سلام باشن یک قطعه برای نوروزی عالم افروز سربلند باشن. نگاه میکنم در اینجا که جوانان کم در کمن، مردها یعنی کم در کمن در اینجا. میگم خانشون بزنن که دخترکای زمانوی آفرین خان تو بزنن یو اگه همه دخترها رو در نظر ندارم اما شوخی میکنیم. هر گپ من میگم شوخی میکنیم، گپی خوب شد قبول کنید، گپی بیزب شد و دلیل کنید. اگه شوخی کنه گپ میزنیم در روزهای نوروزی دعا میکنیم که همه وقت در لبانتون خنده هویدا باشه، انبارتون پری گندم باشه، تای تاکسیتون پری پول باشه، نسترنیاتون ویشی باشه، همه وقت سربلند باشه. اگه دخترکای زمانوی گفتیم اگه دخترک اگه ما در کجای مرکز بسیار میگردیم کو با خوشا بخشن سنتر میگم اینا سنتر نیم پیش سومانی پنزه میخواتی بگذارم ولی بسید ما تاکسی چلیچه دهیم پا گذارم سلسه میگم پنزه میخواتی بگذارم چون میدرویم ای چون میرم پیش سومانی ده سلفی میگیریم پا گذارم سلسه چونیکوتون چویدورا سربالا باشه خان تونم بزن ولی ما داده کردیم دخترکای زمانوی همش نه ما داده کردیم باید 5 تا کاولر داشته باشم. 5 تا کاولر یا تشریح خیلی رستوران ببینن خیلی کنسرت ها آوردنک بردنک یا تا دیگه کروتا و خونه بردنک بیاوردنک یا تا دیگه شد پرتویک نیست پیشای شد پرتو میگم تا دیگه میرم پرتویک خیلی بچه کن میتوان میرم در خونکی شد می پرتویک باید تا دیگه یا تا دیگه باید خیلی دیسکا کلوبو میبره شما انا آخرانگیش هم اخرانم میپشونم خان تو نمزنی این فکرهای شما پیش رفته خان تو نمزنی ولی ممکن گپای من یک 3 سال پس شما بفهمید منشم سربلند باشه. هر گپ بگیم شوخی میکنیم در لبانتون خنده و ایده باشه که نگاه میکنیم جوانان نیسته برای هم خلق دخترها را کپیدیم سربلند باشن همه وقت باشه. مادران عزیز چطور میگه که هر چی ما را خور زور میکنه گردن کج من میکنه پیش مرد و نامرد دست دراز من میکنه این همین ناسو سیگارت میکنه و هر چی ما را شرمنده میکنم به آبرومون میکنم در بین دوست و دشمن ریکلاممون میکنم ایزن و فرزندمون جدا کنیاک و عرق میکنم و هر چی ما را بیمار میکنم تبرکلوزمون میکنم پشت پنجرمون میکنم زنده بگورمون میکنم این کارا نشه و گیر میکنم هر چی ما را مرد میکنم مرد و نامرد میکنم جشن سرسری جاروب میکنم این کارا تاقم زنک میکنم یا قرصک بری زن مردم زنده باشد. میگن لذت دنیا زن و دندان بود، بی زن و دندان جهان زندان بود. زن مردم شما زنها یک نعمتی بی‌بهای هستند که برای ما مردم اگر همین مردک 10 تا زن هم داشته باشه بگه زن نگیرید عدد حقا نداره اگه یک نعمتی هست که خداوند برای ما شما را آفریده سربلند باشه همه وقت در لبانتون خنده و ایده باشه. ما ای دوست داریم اون عشق گپا شما را میگیم یک بزرگا گفتن گذشتن رفتن ما هم میگیم نگذره میریم همه وقت سربلند باشه در لبانتون خنده و ایده باشد. یک بزمک ربانی شیرین غزلخوانی میکنیم غم و اندوه دل در این روزهای نوروزی سیاهی دل ایدین بیرون میکنیم سربلند باشد. چطور بزرگا میگن که آشنایی میبرد ما رو به پیش آشنا آشنا باشی بیا هر لحظه پیشی آشنا در کش آید آشنا از در آید آشنا آشنا را آشنا کرد خویشی آشنا آشنا چون یک برادر زود باور می شود آشنا بسیار باشد دل منور می شود کینه چون سنگین ملامت کرده خود جر می شود آشنایی از همین جا بین ما سر می شود. دوست باشد آشنا باشد عاشق زندگی باشد. میگه زندگی به آرزو شیرین نبود زندگی را آرزو شیرین نمود. ما آرزو میکنیم که در خاندان هر یکی شما توی باشد تماشا باشد خرسندی باشد همه وقت در لبانتون خنده هویدا باشد. بازم بزرگان میگن خیرت در کجا گنج آرد پدید زنامی آن خدا آن را سازد پلید. ای خداوندی خیرت بخش و به خیرت نماز همون ناخیرتمندها را چاره ساز. اما تمام مردم خیرتمندی تاجیک مردم تاجداری تاجیک همه وقت در حرمتی هم دیگر هستیم در خدمتی هم دیگر هستیم دستی هم دیگر هم میگیریم میگه هر کی ما را یاد کرد ما مقبول داریم کم کم را یاد میکنیم همه وقت در یادی هم دیگر باشیم و در خدمتی هم دیگر باشیم دوستی هم دیگر باشیم. میگه دوست آن باشد که گیرد دستی دوست در میشه و در بوتل و در پوست همه وقت دستی هم دیگر را بگیریم و حرمتی هم دیگر را بدونیم قدری هم دیگر را بدانیم. بازم سرجم خوشی و خرسندی میکنیم رقص و بازی میکنیم غم و اندوه دل از دل بیرون میکنیم. سربلند باشد. بازم نوروز مبارک باشد.
و دوستان، خویش و تباران، اهل نشستگان، شب بخیر.